اما این که زندگی بهتر، فرزند کمتر، این حرفا، الان یک مشکلی که ما تو جامعه داریم اینه که سنی های در مرزهای ایران، تمام شهرهای سنی نشین دارن جایزه بگیرن از سعودی و پاکستان و پول براشون میاد که زن بگیرن، دو قلو بزن که آمار سنی ها تو این مملکت از شیعه ها بزنه بالا و اینجا شیعه بره یکی یکی لوله ببنده که بچه دار نشه. اگه قراره مملکت ایران جمعیتش بالا نره، تو این قصه باید مسئولین ما نامردی نکنن به حق علی بن ابی طالب، مرد باشن جلو سنی ها هم تو این مملکت بگیرن. اگر راست میگن و خیلی دلسوز این مملکتن، اگه مردن بیان جمعیت اول انقلاب رو تا این ساعت رو در ممالک و شهرهای سنی نشین اعلام بکنن و بگن تو این چند سال چند برابر شدن، اگه راست میگن. و چقدر شیعه رولولش رو بس و خودش رو عقیم کرد که از یه بچه 2 تا بچه بیشتر نداشته باشه. اینطوری نیست که شیعه بیاد جلو خودش رو بگیره سنی 10 تا بچه داشته باشه، در خونش که واز بشه یه لوده بیچه میروزه بیرون قد و نیم قد. خب بله، به اونا هم بگید آقا ما به 3مین اولادتون شناسنامه نمیدیم، حق رأی هم ندارید. ولی این که بدانی تا 5 سال دیگه اینطور که داره این مملکت جلو میره و این اتحادی که بین سنی ها هست و این اختلافی که بین شیعه ها هست متاسفانه، و این بازیایی که ما سر هم دیگه داریم، تو رئیس جمهوریش رأی خواهن آورد، تو رأی جمع کردن تو انتخابات مجلسش همینطور، و اینکه برای که بدانید دنبال درس و بحث دارن میرن، دکتر مهندس دارن. ولی ما شیعه ها چی؟ الان در سیستان و بلوچستان تمام قاچاقچی ها سنی هن، تمام معتادا شیعه هن. برید بپرسید. سنی هاش هم اینجا دارن درس میخونن و قاچاقچیگری میکنن و تریاک و هروئین و شیشه و کراک دارن پخش میکنن، یه جوری دیگه دارن شیعه رو از بین میبرن. شیعه احمق نمیخواد بیدار بشه، شیعه احمق نمیخواد چششو باز کنه که اگه ما رو با گوله بکشن بعض اینه که بچه‌مون بشه هروئینی. و هر جا آدم میزنه میگن خلاف وحدت صحبت نکنی. دیگه چیکار داره به وحدت؟ وحدت میکنی. چماق وحدت رو تو سر من نمیخواد بزنی. من از تو بهتر میفهمم وحدت یعنی چه. امروز اینجوریه. من 50% این قصه فرزند کمتر زندگی بهتر قبول دارم. 50% به شرطی که برای همه باشه، برای همه. یا برو ببین شهرهایی که سنی 30% بوده، شیعه 70%، الان شده سنی 80%، شیعه شده 20%. بپرسید، من پرسیدم که میگم. پس یه قانون وضع کنید. بسم الله. شناسنامه ندید، بیمه‌شون نکنید. وقتی یک سنی رو دیدید با کمال احترام با او برخورد بکنید، با کمال ادب و احترام. چرا؟ چون او طرفدار عمر است، تو طرفدار علی هستی. شما باید فرهنگ علوی رو نشون او بدی. عمر خادم بوده، ایرانی‌ها رو عمر مسلمون کرده، ما حق نداریم به عمر توهین کنیم. یعنی این نه، من تا زندم میگم عمر حرومزاده بوده، تا زندم میگم هر چی سنی حرومزادن. وقتی یک سنی رو دیدید با کمال احترام با او برخورد بکنید، با کمال ادب و احترام. بر پدر و مادر هر چی سنی لعنت. وقتی یک سنی رو دیدید با کمال احترام با او برخورد بکنید، با کمال ادب و احترام. هر چی سنی حرومزادن. چرا؟ چون او طرفدار عمر است،
تو طرفدار علی هستی، شما باید فرهنگ علوی رو نشون او بدی. بعد پدر و مادر هرچی سنی لعنت که او عاشق علی بشود و بفهمد که امیرالمؤمنین چه دانشجوهایی تربیت کرده. عمر تو برمیشید من نگاه کردی؟ لعنت الله رو یادت نره؟ خدا بیامرزه با من میگفت، هر کی اسم اینا رو بشنوه و لعن نفرسته الهی نمی که علی که میخوره حرومش بشه. با کمال ادب و احترام.